برنامه دولتی رشد ساحه تربیه تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف و نقشه تطبیق اصلاحات ساحه معارف تهیه شده وظیفه و راههای اساسی رشد ساحه تربیه تا مکتبی را معین می‌کند. ضروریت تهیه برنامه از آن عبارت است که باید صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه های تا مکتبی همچون زینه نخستین تحصیلات شهروندان بلند برداشته شود و به شرایط نوی اقتصادی و اجتماعی موافق گردانیده شود. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف شهر حصار، همه مرکزهای عمل کننده با موادهای تعلیمی، لوازمات و تجهیزات، بازیچه‌های و موادهای دفترداری تامین می‌باشند. در کودکستان ما 90 کودک با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. با دو زبان آنها را ما تعلیم و تربیت فرا گرفته ایستادیم. در حال دوره تابستان گذرانی است که با دوره تابستان گذرانی آنها را فرا گرفته ایستادیم. با زبان روسی، انگلیسی درس می آموزیم. کودکان ما در چاره‌بینی‌های منطقوی و جمهوری اشتراک می کنند. خصوصا با چاره‌بینی چکامه گیسو، صد رنگ چکن، سیر گلی لاله، با شهر دوشنبه با چاره‌بینی‌های منطقوی اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال کرده آمدند. باید گفت که در شهر حصار 40 مؤسسه تا مکتبی خوب فعالیت می نمایند. امروزها در این مؤسسه های تا مکتبی تمام شرایط های ضروری برای استراحت و شغل های مفید مهیا بوده. کودکان در اینجا از جهت ذهنی و جسمانی صیقل بیابند. 80 نفر کودکان تعلیم و تربیت میگیرد. در این کودکستان خیلی کودکان ما فعالانه این سال کودکان ما این کودکستان ختم کرده، خیلی چیزا از خود کرده. ما در کودکستان زبان روسی، زبان انگلیسی، مشغولات‌های گوناگون، متماتیک، سواد آموزی، همه چیزا آموخته با این کودکان تعلیم و تربیت می‌دهیم. حقیقتا تحکرسی ای کودکستان سر می‌شود، چون که تحکرسی چقدر مستحکم باشد، همون کودکان هم همون فعال شده، آینده کودکان خیلی نقض می‌شود. شعبه معارف شهر حصار با مقصد عملی نمودن برنامه دولتی رشد ساحه تربیه تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان تدبیرهای زیادی را راه‌اندازی نموده است. طبق برنامه مذکور امروزها در نزد 40 مؤسسه تحصیلات عمومی شهر مرکزهای انکشاف کودکان تا مکتبی با فراگیری نزدیک به 2000 نفر کودکان فعالیت نموده ایستادند که در تیار نمودن کودکان خردسال به مکتب مساعدت می نماید.